آمدیم مهمانی در کوچه ایسی دریا آشی پلنگ بیا در کوچه ایسی دریا آشی پلنگ بیا آشی پلنگ با مزه آشی پلنگ خوشمزه آشی پلنگ با مزه آشی پلنگ خوشمزه لذت بره دل و جان از فراغی تاجیکان لذت بره دل و جان از فراغی تاجیکان لذت بره دل و جان آش زیتون ببیا باوری کامل دارم دوستانی عزیز و ارجمند نیمی تماشابین علاقه خسته رفت همه اخلاصمندانی انا همین جایش بودیند که وقتی که شما آشی پلاو باور کنید بهترین است. السلام علیکم دوستانی عزیز و ارجمند مخلصان حج و خندم سیمای عزیز اجدی و آژانسی تنتنه تقدیم می‌نمایند برنامه حجوی گپ مهمان خاندان شماست. دوستان عزیز من باید بگویم که دوستان ما نیز بسیار هم پزمان شما گردیدیم شما نیز پزمان برنامه ما گردید و این را من از چی درک کردم از همون شرح‌هایی که در یوتیوب کانال زیری همون رولیک‌های ما میگذارند. مردم خیلی با مردم پسند آمده است و علل خصوص با مردمی که در فدراسیون روسیه هستند در شهرهای دور هستند آنها همه خواهش دارند که وقتش دراز کنید شماره اشتراکچی بسیارتر کنید این همش وابسته به همکاران است. اینک با دوستان عزیز و ارجمند فرصت را غنیمت دانسته یک به یک همکاران را برای شما عزیز معرفی میکنم. انا همین جای نامش زیتون قهوه خانه طرف خانه. دوستان با اهل عائله مرحمت کنید. سی نمودی گوناگونی طعام ها آش‌های پلاو با برنج دیوزیره با برنج کنجه با برنج همه برنج هست دوستان روغن هم میخواد دوستان عزیز. سراغش را اگر پرسیدنی باشید کوچه سیردریا بینای رقمی 40. دوستان همکار دیگری ما استودی نواربرداری عزیزان ویدیو توی معرکه های شما را دوستان نواربرداران کسبی با صفت اعلی ثبت خواهند کرد و این لحظه ها خاطرمان میگردد و اگر شما یگان معما رو بابت صدا داشته باشید حتما به نزد ظفرجان خوشنگ لیبل در خدمت شماست دوستان و باز البته سراسیمگی نانی شما است دوستان و میگذاریم با همکاری دیگری برنامه ما که این شرکتی مال و محصولات گوشتی عزیزی است. دوستان افغانی از این شرکت برای شما عزیز این حسیبچه ها با نام چریوفکا پیکنیک با طعم ناتکراری پنیر از تمام نقطه های فروش ما دسترس کرده میتوانید. شرکتی عزیزی دسترخوان بهارانه شما را ما با لذت ترین میسازیم. پروفیل های اکاپین همکاری کلی ماست. در تیره‌های پلاستیکی اکاپین را خریداری نمایید. اکاپین انتخابی درستی شماست. یک قرصک برای همکاران ما. خلاص عزیزان دل راستی در هر یک برنامه این لحظه ها من باید که معرفی سازم اشتراکچیان را و امروز در برنامه ما مهمان هستند. مهمان عمرجان قابیلوف حافظ دوستی عزیزی ما اون نفری که استادش افضلشاه شادیف است لیکن آوازش با قوت‌تر از افضلشاه شادیف است. یک قرصک بزنید دوستان کاری ما تعریف کردن اون طرف شما خاکساری کردن شما. الیاس جان با علم ربابی خودشان مهمانی ما هستند بیایید. تشکر زیاد. اینجا هلال‌الدین جان دوستی عزیزی ما تشکر زیاد. کجایی که هلال‌الدین است آنجا علاوالدین دور نمیریم علاوالدین دوستی عزیزی ما اینجا هستند. دادرکای بسیار شیرینی ما از لایحه استنداپ مظفر جان و دنیر جان خوش آمدید بچه‌ها. مبارز جان روزنامه‌نگار حافظ اون من یک ایجادکاری خیلی به همتا مبارز جان خوش آمدید دوستان. شاعر اشتراکچی برنامه گپ در بعضی شهرها می نویسند که برای چی محکمه بردین لطیفه نمیگوید میگوید دوستان میگوید امروز حتما میگوید شاعر محکمه بردین. محکمه بردین امروز با ماشینی عبدالخلیل آمده است. عبدالخلیل بیاید. شما معرفی نکردید. نه من معرفی میکنم دوستان. اگر حاضر هم تو گیریم اگر دوستان عزیز و ارجمند همین در بسیار برنامه ها ما آغازش به میگیریم یک کمتر اسکیه باز ما میکنیم که ما درباره درخت هم گپ زدیم درباره انواع منطقه تشبیهی هم گپ زدیم ماشین هم گپ زدیم
امروز من نگاه کنید ملت تاجیک بسیار ذهنمند است خانه سازی بر خانه ها هر خیلی میشوند کو دوستان همچون نمی منم مخلوقا من نه قفای شما ببینید هلالدین من مثلا گیریم یک حولی از بالای دانشگاه 8 ساتیقه کاتج باید من کاتج نه شما بیشتر کاتج نه شما بیشتر آسایشگاه مانند مبارز جان دوستی عزیز ما از بالای سیحون زمین دادن که آب نیست چی یکیش نانی نمیگیرد خب الیاس جان کدام نمودی خانه الیاس جان خانه 4 ساعتی بویندیم نه 4 ساعتی بابانی دادرها جنگ بوین هلالدین جان دوستی عزیزی ما اینا داچه یعنی شما وقتی داچه چه علاوه دی من فکرم وای خانه پیران سالا بریم کارش دیگه کار نکنه یک روز آشکار میریم نباشه نه گوید دیگه این یاشای افتادیم تیمورچی شوند من دلیل جان کدام نمودی خانه اینا هر دوشون یخل کو خود خانه های نوی خود جنب باید نزدیک شما دیگه کتشچه های پدوالدار ای کو سلامت باشه سوکلنت داشت سلامت باشه یک روز دکار میشد محکمی بحریدین یورت تا بوین اکو یورت تا کلولای کو یکو پلاتکای مبانی خانه ها ببینه نه اینا گنباز بریم بخارامی خیلی دوستی عزیز ما عمر جان من نوبتی عمر جان موندیم خیلی تئاتر کمال خود جان دیدی چی میگوین سلامت باشید تشکر سلامت باشید عمر جان باور کنید تئاتر هم جایی نیست تئاتر هم جایی بسیار اونجا با ایجاد میشه همین یه گپ رسمی ساعت 2 شب 3 شب با صحنهش با اکتیورا برنده بازی میکنه 2 شب نام جمع یک بار نام دیدی یک بار بیت دادم سن من هم اکتور گی لیکن باز یک چیز دیگر کی دوستان عزیز و ارجمند اگر گیریم اگر تماشابینان امروز ما درباره خانه ها گپ زدیم من این جنگی یک تا ایواندار خانه چهارپهلوی دوزده چوبه بود کو اینا ویران کردم چه خیلی جاش به دام میکنیم فکر سرتیفیکت زمین نبود است مظفر جان دام بپشم سیام مظفر جان یک دهه دور دست به یک آدم ماشینی نه وشکی رفته سو داخل لای با ماشین در مونده است چخل در میمونه داخل زور نمیشد سانی و آدم در این ماشین مخم کرد یک کشلاق برام یکم کسی افتی بیام تو رواد یه موسفید اما کم ماشین کشلاق کرد نکنه من یه تا اسبا مای برام میفتیم اسبا آوردن زمان اسبا ماشین قش کرد هر رخش بویم یک کندکتا زرکتا ریمبا پیش بر و آدم تو نیاکشته آمد یا خودش اسب یختی چون سیت چرت نومی اسبی توسید گفت این چشمش کور اگر این فهمد که یخته خودش کشال کراس کار نمیکنه دین دلیل جان مرامت دستم اینک خرگوش امین با وینده جنگل رفته سوزه تو بیند بوله خیلی درخت بردگی جانده یک تا شیشه عرق سوزه این عرقی بیپول گفته رفته زده است یون باشکه غلطی دست سونی گورک اومده است گورک میتونم اوختی عرقی بیپول با زکوسکش کی گفته است رفته سو ویم زده است زده سو ویم یون باشکه غلطی دست یامنی خیر سونده است اوختی بیند عرقی بیپول زکوسکه با یک تا آدم زده میشده است رفته سو عرقی خورده سو ویم بیوشده غلط است این موبایل من از نیم ساعت تو خرگوش خسته تو حدینه دیده من گفتم که من عرق نخورم من جینی میشم گفتم یک دختره که بچه دوست می داشته است جوانا با بسیار وشودگی یا دیگهشون دوست می داشتند ایها سانی یه روز هرشون واخورده دختر با بچه گفت است که اکو من راستی گفت ساکنه جان تو یک گفته نمیتونم گفت ساکنه چوبه گفت من زنم تیار من همونه میگیرم خیلی نکن مظفر گفته سو اکو هم تو نام یادم آمده ساکنه هم میخیل مظفر همین پرابلم بیا دیگه کنج نگاه کنیم کدام کنج گفت مثال تو زپاروژه ستای تو بهت لامبورگینی تیا نمیگیری می گفت بچه خکره نه اکو لامبورگینی تیا میگیرن اینجا آخه دوتا زپاروژه من چوک کنم یک موسیقی بانیس خورافته دست پوچکو شکستگی سا یونشنگی شما چوک آدم اگه بدی نگوی گفت از من اموشین
фрондам мошинтон чихе буд Запорож гуфтааст чихе амоши фроид дастпон беш карад мегӯд ҳамин ман мошинки бурафтоси будам гуфтааст Запорожки аёнам якта BMW мхи гузашта бурафт гуфтааст тез ман истодиам гуфта амоши фрондиам Запорож гуфтеду کوچه یک طرفه حرکت زپاروژ میبیاد رو برای و مرسدس میبیاد خب مرسدس اون ماشینی باهاش آمد کو زپاروژ می نگاه کنه ها پیش من بر آمده جرأت کنه چشماتو ببین من نمیکنم کلام و این چشمان من نمیخوام دل توی هم پشتات بزنه چشمت میبینم یک آدم ریشگیری به درام دست سرترش خانه بیو استو اکو سیرکال باز کلیم ملکو اکو انجا شنید و شاگرد میگیرد فترس شاگردم یک کن بار نظرم با کار قبل می تیغه قبل سو پیشی و بیانده آدم کلیانتنه اون تو که یک آستینامو وای کنم اون تو کنار قوشه گیتاسنی ویا یعنی کلیانت اون تو که قوشه گیتاستی اون که ترسیده میبخشید یک بار شده مگه هیچ گام نه همی استاد ناو سر کردیشونه هر دوشه گرفتگی بود دو دوتا آشنا غید عرق خورده می جنی واو یکتاش اومدسو یکتاش اومدسو گفت است که گروش دوا از ما مگزی میرم عرقه میگیرم میزیم گفت نه برات نمیشد من دیگه نمیخورم چون نمیخوری گفت اگر آخه وایسان کار یادتن های میگه تا گفت الیمیننده نیست گفت است اگه درباره عرق خورا چیزا بسیار کو یک دختر یک بچه یک دیشون دوست می داشتینو بعد چند وقت خانه‌دار شدگی کلی خانه داماد بیاد که هیچی نیست قشاق سونی بود است که جالب کده مور بود است بچه همین قدر گشتیم یک بار نگفتیم قشاق بود که دیگه من تو چند بار گفتم غیر از تو هیچیم نیست بود همین قشاق گفتو یک اویلا زنو مردکو با بچه هاشون دخترچه پسرچه بود است سحر کتی صبحانه کراسینده قشاق و هایم چای یک چاینی که تو نوکگینی ادعا شدگی که ریخته داداش همه گیر چای گیر تا هم ریخته بواش تو سر کن گفت بواش اخیرا پیش لوستری نیا کنید یک تا قند آویزانده گفت است کلی دخترم تو وای کن گفت اون تکنه گفت است پسرچهش اون تکنه نیا کرش نیاد قنده بسیار نخور قشاق گفته دی یک مردک پسرچهش که رفته ایستاده سو اما یک تا مید بوده است همونو برداشته برده ایستادن تو بودند بعد نداو باید چیزی که من خواهی یک مید یک نفر بردوستن کجا بردوستن که بگوید یک خانه تاریک سیبه تشنی گله مشنی خنوک و گوید ای خانه ما بریم بود دسته گفت یک تا نارکمان یک روز گدیتا همی سیوی میتاش غالطی دسو غالطی ده یا خیسته همشون تو کیسه همسون ده یا تینجیمی چوکات گفت نمیدانم من آزیامدم گفت است یک تا اویلا خوشتامنش دیان اکو جاهایی که خوشتامن و اویلا ها دیگه خیلی که من نامت کرد خوشتامنش دیان و کلین خوراکی کرگیش آورده من بوجه ها من دو جان که دو سوس یا محل همتون یا کنید کلین کلین چاکر گفت خوشتامن لبید یگانه تا پشه در آمد گفت کاسه کلینه گرفتن اوژین کری هم بیا کلینو خوشتامن گفته دو کلین اکون خوشتامن به یک پتخات کنم یک زبانش یابان گفته یک شوربای به مزه پخته آورده داده است بعد و چشیدی استاد و جان چه خیلی شده از شوربا آگد بچه‌ایم نغز این دفعه این نمک با شوربا هم قطعی کنید گفتم پاشا گفتی دو مخیم جان من گوش کنم سیت پاشا با خودی یک تاش فر یک تاش سیرینش خراب سونی گاوزده اشتینو کارگوشون گفت از یکمش فر بیش به انا گفت از ما کار رستوران ده چخیل کارگود هم یک گنده طبق چمکده راست دونش میپاتون خودمه وای بویکو گفت از هم تا 80 گرم میرد تا 3 روز میخورم دیمش تو گجان ده گفت ما وینده کارگرایش سلویشان گفت چخیل گفت میپاتون گفت از یک چمچکی هم تو گرم میپاتون گفت از ما هم چمچکی یعنی ما گفت از تا 3 روز میخوریم تو چی اولاد بعد گفت این پوزاشون گفت از من وینده آشخانه استودنتان دیگه خیلی میشه گفت ما هم شما با می پاتایم چاقشو چون میگند گفت استودنتا گرام باید مکیده می پاتاد بسیار یک لطیفه عجایب نه هم خندآور هم عجایب یک سردختری بیمارخانه روحی گفته که جای میگه این بچه‌ها انا آینه اون تکرار پرده درست میکنه چشمش فرود کنه نگاه کنه که و کسلا راست اومده پیش همین توغری آینه هم اومده زمین پاتوی خیر مبرفت استی چه کاراسی ها با دیوانه ها
حتی پراکتیکاندم داشت. کنی مبارز چون زده رفته فهمیشه چیه گابونجا گفت. اینا هم رفته بادیسیه سودم داشت. ها چوکرید گفت. وای مزافر گفت که بیمار ات خط کشیده زمین بعد تکی خط کشیده که گذرات $1000 میتیام گفت. همون منم حرکت کردم. دوستا چون گفتیم که امروز در مهمانی ما عمر جان دوستی عزیزم و من بسیار خواهش میکردم که عمر جان هر یک مهمانی که به برنامه ما میآید دست خالی نمیآید. یگان چی آوردید؟ نام نه سرود. نه سرود آوردید. منم دوستم یگان سرودی بهترینی خودتون برای تماشا کنید. از استاد خانم شعر از استاد لایق شیرلی آهنگ افضل شادیوف الیاس آقا عشق را عاشق کنید ها؟ عشق را عاشق کنید. عشق را عاشق کنید. رفتیم منم عشق را عاشق کنید. بهار است بهار عاشقا. البته انگردان مولش سرودم شوه. البته شیرو شکر شوه. خوب رفتیم. عشق را عاشق کنه عشق را عاشق کنه تا سوزی عاشق را بدانه شعر را شاعر کنه شعر را شاعر کنه تا در دل عاشق را بدانه عشق را عاشق کنه عشق را عاشق کنه تا سوزی عاشق را بدانه شعر را شاعر کنید شعر را شاعر کنید تا در دل عاشق را بدانه ای بوالهوسان به گردی عاشق نرسه صادق کی نه از رهی صادق نروه ما دعوی همسری نکردیم ولی والله که شما به پای لایق نرسید عشق را عاشق کنید عشق را عاشق کنید تا سوزی عاشق را بدانه شعر را شاعر کنید شعر را شاعر کنید تا در دل عاشق را بدانه پیمانه تو هزار پیمانه شکست افسانه تو شهره افسانه ببست ویرانه مگو خانه دل آباد بی خانه مگو خانه چشمت است عشق را عاشق کنید عشق را عاشق کنید تا سوزی عاشق را بدانه شعر را شاعر کنید شعر را شاعر کنید تا در دل عاشق را بدانه لایق لایق نموی ملت باقی مستی تو در سبوی ملت باقی است از گوشگران اینا کسان باقی نیست فریادی تو در سبوی ملت باقی است عشق را عاشق کنید عشق را عاشق کنید تا سوزی عاشق را بدانه شعر را شاعر کنید شعر را شاعر کنید تا در دل عاشق را بدانه تا در دل عاشق را بدانه تا در دل عاشق را بدانه بارکالله بارکالله بهترین سرود بود دوستان عزیز و ارجمند. خب من به شما فتح قله های از این هم بلند رو خواهان هستم آرزو دارم. رحمت کن. همین فتح قله بلند گفته چیه میفهمیدن شما بچه‌ها سوال فتح قله بلند همچون الپینیست گویید چه شما نه قله های بلند رسیده نشه یعنی که چسبیده برومدم نه افتیده برومدم نه فتح بسیار ناز اگر اسوفتیالا باشد چی اسوفتیالاشو میشناسید می‌بینید یک تا بچه چسبیده برومده همین آخری نمی شخصی که بیند اتا مرده کنه
بیا بچم بیا تلفن تا کوش بچم افتاست حالا که من توریستم تلفنم کشته اماکش موجود چو کروسیت که گفت من جام همینجا نامتون چیزیه گفت یوسف تیلا شما یوسف تیلا گفت ندارم شریکی با اعتماد و با لذت ما شرکتی عزیزی مال محصولات گوشتی در بالای دسترخوان شماست. نوگانی از شرکتی عزیزی حسیب‌های نهاری خانم وصف زکاست. شما میتوانید مال محصولات با لذت ترین شرکتی عزیزی را در تمام نقطه‌های فروش در قلمرو ولایت و جمهوری خریداری کرده باشید. شرکتی عزیزی پروفیل های اکپن همکاری کلی ماست. در تیره‌های های پلاستیکی اکپن را خریداری نمایید. اکپن انتخابی درستی شماست. Компания «Азизи» – производитель колбас и мясных деликатесов с 2006 года. Мясо от лучших поставщиков. Отборная говядина. Натуральные пряности. Уникальная рецептура и традиция наших технологов – вот секрет вкуса нашей продукции. «Азизи» – у качества есть свое имя. دخترم من از دیها آمدم. من با هم گرمی تابستان با و هم خنکی زمستان با توباورش در کار. خانه ما در سر کوچه گوشم تین شود. من به گپی خانه کوچه و گپی کوچه خانه و نمیدار وردگیش لازم. من یک کارگری عادی. من به نغزی نرخش دسترسش لازم. برای کارخانه نوی من استانداردهای جهانی و جوابگوی باشد. برای من صفتش بلندش لازم. این خیلی باشد به شما در و تیرزه ها از پروفیل های اکپن لازم. اکپن به شما پروفیل های به استانداردهای جهانی جوابگوی را پیشکش می نماید. اکپن با پروفیل های خود 25 سال کفالت می دهد. برای آنکه پروفیل های اکپن با گرمی و خنکی طبیعتی ما تاباور می باشد. اکپن انتخاب برای تمام حیات. پیشی داری جینی خانم میگود میکنه؟ نه، بیمارخانه کسی داری گذشته ایستاد آپشی در 59 شده است لاش غش کدی بینه سیراخی های بینم چیزی گفته اون تو نیا کند آپوش 60 بوده است یه رکزه 60 پاپو اس گفته کی میشناسید پاپو اس پاپو اس منم محکم دارم طرفای سوغرا نه چیز نیست که پاپو اس این افریقاندا بعضی قبیله ها هست نه افریقان قبیله ها هست که معلوم شما رو میخوره هر دمایا همین پاپو اس براسته یکتاش همونجا و تاقونگا اینا من شما پریواد میکنم من آینده امریکا برفته صاحبی بوی بدولت وای میشم فکر اما آی کنم اون چیز توبه کنم خدا فرشته ها آمین که رسمی گنده میلیاردیر شده است یختی خودش که تیم نخیره با اساس اقیانوسی آرام سیگارم قدم که قفصه علی ساق کلام دارد کنم و پیش خدمت جنوبی روی خطی خوراکا گفت کرده و که قبیله آدم خود که کرده ریزه شوربا خام شوربا همین روی خطی پاساژیرای بیار یک شکرفروش اگه سین سالش کلان شده است اگه دمی مرگنده گفته است که وصیت کرده است التماس بچه هم وصیت من همین من همون قبر ماندوس این ترازم کتی همراه مونت گفته هم حیران هیچ شود دو خیلی کنیم که همون گناه هم حساب کرده همون ترازم من کتی برکشان گفته رژیسور کتی دراماتورگ واخوردین و هر دوشون درباره صحنه گفتن رژیسور اقرا من این روی صحنه نمیمونم من این گفته است دراماتورگ چه نمیمونی من نمیدونستی که من نمیدونستی که من چه نمیمونی نمیخوام حقارت شده باشه حقارت اینجا باز چیم صحنه با حقارت گفت خیلی من حقارتش نیست اینجا نگفت یه تولرنده میشد بعد یعنی خیلی دوستان تماشاگران عزیز و ارجمند در هر برنامه ما شاعران ما البته بیکار نیستن شما گمان نکنید که اینها بیکار نمیخوام میشنن ما اینها بیکار باش نمیتیم
شاعران ما دائما دست الهام سخت قپیدگی الهامی بیچاره همینجا رفته نمیتوند مقیمی بریدین امروز در هوای سروده‌ای به فکرم استاد افضلشاه شادیوف چون فهمیدیم که عمر جان مهمان ما میشود خب نام سرودی ما جوانی ماند از اون وقت جوانی رفت یعنی که از آن ما جوانی ماند این از آن شهادت میدهد که دوستان عزیز و ارجمند کسی که ما را تماشا میکند کسی که عقلا یک بار ما دید کسی که در اینجا اشتراک میکند کسی که آمده اشتراک کنه برفت دیگه نامد کسی که من بیامفته نامد باور کنید دوی ما جوان دلش جوان اوه 90 به در آدم دلش جوان میشود باور کنید دوستان عزیز مکم جان اشتراکچیانی برنامه گپ بعد از 40 سال بعد از 40 سال رفتیم باشد حیات دوستانی جانی جوانی ما گذشت سالها زی عمری ما به مهمانی جوانی ما چی دانا بود چی زیبا بود چی جویا بود حالا هم همان لطف و همان شعر و غزل خوانی جوانی ما ما ولی دلگیر نمیمانیم از آن شوخی و رفتانی جوانی ما همه بودیم ما نخور شدیم گرچه نفقه خور نداریم ذره در دل پشیمانی جوانی مان نگشت چشم ما کم نور و شیما نشد وزنی شناسیم ما همه از آل سامانی جوانی ما شناسیم ما همه از آل سامانی جوانی ما جوانی ما جوانی ما باشد دوستانی عزیز بگذار جوانی باشد بگذار دلت جوان باشد لیکن این چهره اینقدر اساسی نیست اینجا فهمید مثلا اگر هلالدین آزی ببینید 90 ساله باید مثال اندازه سادیا لیکن دل جوان دایره نوازی جوان دادگویی ها جوانانه رحمت اکو اما گفتگیتون گفتم دیگه کوی شد همین خیلی گوه گفتید کو کای بعضا وقت یک گپی ماید یک گپ خفه شده هم ممکنه یک زنک شوهرش به وقت کاربان برفته است دخترش تا باغچه به تیار کنه دخترش شکفم یک شده است برای میکراسم وابد است بعد است که دیگه شکفم نکاف گلمیرا جون در نیش شکفنده امکت تای امکت به من توی میتی هم گفته است خلاص این گپ عیادی زنک برآمدگی باغچه برفته که بیگانی میشد همش دیگه خوراک خورسیدن دخترچه گپ شویم و اما که در نیش کفنگی برفتم می خانه حالیش که خبرش نیکه چیه گپ شد اونجا زنک که مرد به گفت که مرد جان شما آدمی سوارمینی که ها значит ما برابر حقوق خواهیم گفت ها ما برابر حقوق جانم کتی این خیلی باشه کار خانه تقسیم میکنیم من گفت ها من زنک تو اوقات پختی حاضر من اوقات خوردم مکن نبود تو کاسوی تا بقش گفتم اکو وای برنامه افندی گفتیدو افندی یک روز کن سینفش کن مایده مکتب خون سینفش نشست معلم در اونجا گفت است که گوش کنید تام بچه‌ها از من سوال میتونم کی میآورد یا برای چویرکاش پنکه جواب میتونم گفت افندی یک خیلی سر نکرده سواله یا هر مال خیز گوش کن نباشه سواله را میرد استان میسازه که چیستان گفت است امروز سمخه انکدوتا میشه هر یک زن وقتی که شوهرش میبیند ایرکه میشد یا اكو نابرابرش قزيق مشات مثلا مردك نخواد يركش و زن شديده زنك يركي کنه
Tatash guftasdi. Aku erkagi kirosdi. Ha, chemu gaybo. Dugonam Gulmira ba shavharash yak chiz ovardagi. Aku ikha shohoyam ko qadam kunad ku tovar. Ziyovardagi. Pochakash kiti ham tu tant میکند آنال تا صدا شاوی کرد میبورد مقصد گفت یک تا مام گرفته نمیتید میگفت است اکو زنگ موشنی وی کروس وی رنگش سرخ باشه است مالش بیگانی میبینیم گفته برفت است بیگانی اومد است ترازی هم تو منو پوچکات کی زیر کن ساعت بس رازم برد همین زنها گپ راستش خفه میشن بسیارشون گفتن که برنامه فقط موی گامزین تو می‌زنن حتی من همینجا فکت گفته گیرم ده وقتی که موقتی زاکس میکنه خانه به میبیاد جدا وای شود همین 49 کیلو تو می‌بینی کاکره برافت شدن چون 80 کیلو برو Haygan çi girifte bıraktım. Kani hakikat. Kaniya dolat. Ne вообще kaniya dolat. با یکتاش جنگ کردن شوشکی من کار بودیم جنی بودیم کور بودیم که تو که همین 40 سال حیاتمو گذروندم گفت این خدا شکر کنم گفت زیبا گفت از یا دروش شدی گفت ها دروش دادم گفت دیدیم ما چند سال توی درست کردم گفت همین یک جوانی به صورت خونده می سخت خورسان گشته است یک آدمی کلانسال ده بچه‌ام خورسان دیگه دندان عقل برآمد گفت است بعد اون آدم گفتن که خیریت خدا از عقل تو دندان داده است همین بچهای تاجیکی ما حاضر روسیه دانم روسیه برفت دیدن ندانم یک تاش دکتری به خواندگی بود است جو بچه نوداست وای چیکار حاضر جوابی بچه همین کوین شی بود است همین استنداپیست بود است وای مسکو برود کارنی لنینگراد برود کارنی استرود کارنی ایرکوتسک گفته که جواب کار پیدا شده است چیزیه گویا قوتی جنگالزار با دکتر اما بریگادی درخت میبریدگی آورد اکو درخت میبریدگی فقط بعد این وای درخت بری بسام کند که کدومش دستش بریده است دست رخیص کرد وقت ادین تاجیک پریشان ات وراچ давайте к нему گفت است بی آوردیم در آوردیم کسلا بعدی پگاش بیاد که وای همون دستش خاندوشتگی بچه تنیس بازی کروس خیلی وقت تاجیک хороший врач оказывается вот دستش خاندوشتگی بود چسبونه молодец است دیگه امروز کدومش با غیر که پوچکه بریده است ایده تاجیک بود تامت تاجیک بود سلافامه پیچوندگی پوچکه آورده وای به دادیان تاجیک بود پگاش به بیان که همون پوچکه دوختگی و فوتبال کروس خیلی رونالدو من خیلی کرگش است سیمروز سال عراق بسیار شدم کدومش کالی کدومش بریده است دانی سلافام پیچونه کالی آوردیم پگاه روان و بچه مردگی تاجیک من یا کرد почему это кисти хорошо это нога хорошо а этот голова говорит салафани задохнулся в тот Boğçi bahçegonanda bahçe çoğuştesu sekas gavzos yaktaş gınkı gıftaski göş güntan ما خواننده 5 نفر مانده هر یک تامانده کماسچی خود ما هایگت یانشانگیم گوش کن ما خانواده 7 نفر مانده هر یک تامانده ولیسپید ما هایفت است سیمش گفت است که ما خانواده 10 نفر زتا هر یک تامانده یک دام ما هایفت است مردک مرساز اكو آغاز های آخر های کو استارت های فینیش های مردک فینیش به نزدیک زنده زنده کم دست ها داداش گفت مهمیمونا همه مسکویچه دوتا بالونش های ناف همونه دامادامو سفر خوجه بتی سفر خوجه به نمیتیم میتیم بای بمیتیم وای میتیم بای بالونش نیست باشه شنده سفر خوجه بتی میتیم بای بمیتیم بود گوش کن من ها کی مرساس ما میتومی یک روز هم تو رادام با تولد شده پسر شده سو همین خدمت و همشیره های شفقتی رادام تولد خانه خبر دادن که افندی پسر داشت MMS که صورتش افساندنده MMS که وای خطا کرده یک تا سیاه پوست افساندنده وقتی این همه بچه‌ام سفید این چه سیاه تولد کرده است با چاپ SMS زنکش بنویسه است که زنک نام میپختی میسوخت اوقات میپختی میسوخت دستمال سوختی این بچه‌م هم سوزاندی گفتن آشنا از آشناش پرسید است که ها آشنا چه تبریک خروس شد میگفت است ها خروس گفت ناس کیم بمونن گفت زنم بمونن گفت خدا شکر ده چه خدا شکر خیریت من بمونن نگفت وای استماتولوگ میدم تو نه دکتری دندان
دختری دندان خانهش به بیاد که پسرش بچه ها کوچه‌اش زده پولش گرفتگی بچه کلانکاک براست بچه‌م چه کار کرد اومد هی سام دیگه دنگ داره هیچمونگی پول گرفته نمیشه سن دکتر تاسی گوش کن بچه‌م ها بچه‌م گوش کن هیچ گپ نیست زیغ نشو و حاضر پولت گرفته تو اینجا به گریه کرد اومدی و هم پولینه گرفتیم گفته رفته بار بشته میزنه بعد زدن یادگیری هاشونو میزنه دندونش میشکند با پیشی ما بهم بیاد گفته است همین دکتری دندونم باور کنید تو نگر همین خیلی آدمایی چی گویم آدمایی بسیار بقوت ده چی بگویید مثلا گریم نارکوز همین کسال بس یه میتیاد اویتون با برای ماتوش کردنی دست نه برای اون که کسال دکتر نزند با یک oile شوشو تو گازete خونده زناگی نمی معلومات زی تصدیق کرده است یک روز به مردک 2200 تا کلمه میگفته است زنک 4400 تا گفت شما همه چیز دو بار تکرار کردن نکرده مردک کو گفت زد گفته است گمرک تاموژنی باید تاموژنی اگر مثلا از ایرپورت رو بتونم میبینم من نمیتونم نمیخوام دیگه واقعا من نمیتونم میشه السلام علیکم گفت ولی چمدانم من جیبم بود گفته صد 5 بلوک سیگارت برام دست این 5 بلوک سیگارت شما هم داد 4 بلوک اکا 5 تا یاتش شما کو گفت گزارش تیز شوخی میکنیم شوخی بکنیم به نزدیکی خارجه و نره بیده کن تو این برنامه میبینم تو çıkışı hatta bombayı giron hareketi istad hatta geolog anlaşıldı o cinyo ekip var ne koy mi kafat gut ha kafat dige hayın can duktar ya مسافت زنشان گذشتین خوشم تنها مونده دوری پیری به خدا تنها مونده جدا قیم بلسته این طرف نگاه میکنید نبیره ها تمده بابا جان هچه نمن نه یکم چه دیلت من نمخون جده یکم چه دیلت من نمخون جده فقط همون سانیت شما دوست است که خیلی با نمیشه شما ممکن کسال شوید ما شعبت زن یافتیم گوش کنی همیت زن یافت که اسم کسال باشه آوا خیلی اسم کسال شد آوا زن یک سوم که دورو موندگی بابا گفته اما اول نشوا بابا گفته تو خانه آمده یک باباش ننده بیره ها چو هی بس کنم کلمه قرود کرد گفت همش داودم از بابا قرود دید حتی مردک مایکه کتی فوتبال تمش است ساعت یک شد فوتبال هم کامنتاتورم دوستان عزیز بازی تمام شد خیر دوستان عزیز خیر کشتال کو تلویزیون رفت است ساعت یکی شب تو کره نگاه کردم تقار سوستی اون طرف تلویزیون با بلاتا کرد گشتم هم کرد روات کی خولنا بعد شد ویدیو مانگتفون همشون بعد شد دیوادم اینا با کو آدمی وای کو ترسنده کو سیکین اچیر نگاه کرد چاکروسی گرفته همشون کوچه ها برام دیام دوزا اینا واقفاش برام سوس با این طرف پراسوسیان چهار کوچگی برام سوس طرف رفتن های دوزا گفت دوزا هم میگم من کجا بکو چاستم گفتم دختره که خوشرو مادر کلان است که بازاران گشتو هم تو یک مغازه بینه یک لباس خوشرو ایستاده است در مازه این لباس چند پول گفت و فروشنده هم جوانه یکم مبلغ است نگاه کرده ارزشش یک بوسه گفته است همین خیلی گفته است آجا جان اینجا بیت پول این لباس تیه گفته yaklaşık bakayım magazini ve bir materyal bu durumda su. Ama materyali kıymetli kadar mı good? Benim taş metraj şampul good $100 metraj. Amin daha metr çeyin kuni tutas daha metr çeyin kadas. İn daha metr yakın dupalık kuni tutas. Daha metr dupalık kadas. Hemin dupalık kadik tona good çorpalık kuni good. Ve hem fırışan diye mondajdı. Hoşuma cinin nemin oldu good. Da küvence aksa işte agjo family tutas. مردک فهمد بعدی و کارو رفتن خونش به می آمد است ابلا فیلش که تو درال یالا قصد کانی وای ابلا سلام دلیر جان یا باید تو سی بینچی رفتش که فکر شده این جانم اگه تا ابلا دیگه تا نمی
جنگل و دیراجدنی مشهود است. روزی مایمون. اکو هم حیوانات جمع شد زیت توفه کنیم. فتازده شیر برون سوفت است که دوایت یکته تلویزیون پدر که میکنیم گر اونجا انده مور خورافت چون میکنن دوای این تلویزیونه فتاز هدیه کنیم گر دیگر سنی وقتش تو امضا قیامسه بیایتون ویلسپید کنیم گر چون میکنن دوای ویلسپیده فتاز یکتاش دوایت یه تو موشنی زور پدر که میکنیم فتاز خیرس گر با همون مور چون میکنن دوای این موشنه گر هدیه کنیم وقت زیخ کدی عمه کود زیت توفه کنیم بیایتون یک تا شارکی کلون میگیریم و گاز کی پر میشد کو آمون توفه میکنیم گفت سونی زی گفت سونی وای وایس میگیره دو سال میتاد چو سال میتاد گفت چون میکنه داره شارکه بود همین زنها به یک چیز ایده مثلا گیریم یک فربیه شدی گویگر دوگانه های یادگیر شه گفت این اوجه فیلش میاد دیگه و شما من گفتم میگم من پروبادور میبادرم مثلا یتاش دست که رسا فربیه شدی گفت چه فربیه میشم من 8 سال پیشنگی سر لباسم من بچی گفت کدامش که شرف دوستان عزیز و ارجمند ما رسیدیم به فرجام برنامه هجوی گپ این ساعت به همه شمایان عزیز که این لحظه با ما بودید ما رو تماشا داشتید من پیش از همه تنی صحت عمری دراز خانه آباد خاطری جمع رو آرزو می‌نمایم و گفتنی هستم که عزیزان دل و دیدم تا برنامه‌های دیگر در پناه خدا باشد در لبانتان بگذار همیشه خنده باشد چطور میگویند خنده زنگ دل انسان را میشوید امروز ما آشی سمرقندچه می‌خوردیم بچه‌ها آشپز ها آوردن گیرید ها آشی پلو با مزه شب بخیر آش توانی دوستان را گم مکن این نیکو جوانی ماند که تی ادا کنید آشی پلو با مزه آشی پلو خوشمزه لذت بره دل و جان میگوزان از پلوی تاجیکان یه بارک الله آشی پلو با مزه آشی پلو خوشمزه آشی پلو با مزه آشی پلو خوشمزه